روز اخیر رمضان است. امشب نماز تراویح نیست. چرا اینقدر غمگین هستم؟ چرا اینقدر غمگین هستم در حالی که فردا عید است؟ باید بسیار خوش می بودم. چی کم شده بالایم؟ از رمضان تا رمضان دیگر عین قصه. باید نماز زیاد می خواندم، قرآن زیاد تلاوت می کردم که زندگی ما تغییر می کرد. ما باید زندگی خودم تغییر می دادم. نوست بسیار شرمنده هستم. چطور گذاشتم که رمضان این قسم از دست من بره؟ چطور گذاشتم؟ تا هنوزم باور نمی کنم که چطور فرصت رمضان از دست دادم. این فرصت از دست دادم بدون اینکه تغییری در زندگیم بیاید. چطور نتانستم از این فرصت استفاده کنم؟ چرا نتانستم از این فرصت برای تغییر زندگی خود استفاده کنم؟ یا الله، مرا در این لحظات اخیر ماه مبارک رمضان ببخش. در حقیقت طوری باید عبادت می کردم و مستحق بودی که عبادتت را انجام می دادم، انجام ندارم. اجازه ندهید رمضان دیگر از شما بگذرد.